باورت میشه که درست کردن این تابلو فقط 20 دقیقه زمان من رو گرفت؟ تا یادت نرفته سابسکرایب کن که کلی ویدیو آموزشی از ترندترین و پرسازترین تابلوهای دکوراتیو رو قراره توی چنل یوتیوب براتون قرار بدم. از اون مدل تابلوهای مدرنه که هم متریال خیلی ارزونی داره و همه جا پیدا میشه و هم درست کردن زمان خیلی کمی ازتون میبره. یه تیکه پارچه رو که یه مقداری از خود بوم باید بزرگتر باشه توی چسب چوب آب قرار میدیم و بعد روی خود بوم بهش فرم میدیم. فرمی که به پارچه میدیم کاملا سلیقه‌ایه. من دوست داشتم به یه حالتی باشه که به صورت خطهای موازی کنار هم قرار بگیره و در واقع یه فرم منظم مرتب، ولی خب شما میتونید حالت نامرتب و مچاله پارچه بدید که در هر صورت نتیجه کار خیلی قشنگ میشه. حواستون باشه که بعد از فرم دادن روی پارچه اضافات پارچه که اطراف بوم هست رو به پشت بوم هدایت کنید که بعد از خشک شدن بتونید اون با منگنه و چسب چوب فیکسش کنید. بعد اینکه فرم دلخواهمون رو بهش دادیم با استفاده از چسب چوب رقیق شده و یه قلممو فرم هامون رو فیکس میکنیم. این مرحله رو میتونید چندین بار تکرار کنید و چند لایه شما چسب چوب و تکسچر رقیق شده روی پارچه بزنید تا جایی که دوست دارید بافت پارچه کامل از بین بره. چون ما این تکنیک رو برای این انجام میدیم که پارچه بافت گچی و خمیری به خودش بگیره و اون بافت پارچه کامل از بین بره. و هر بار که شما این کار تکرار میکنید باعث میشه که بافت پارچه‌تون مستحکم تر بشه و خب در برابر ضربه و یا فشار مقاوم تر میشه. خب بعد از اینکه سطح پارچه یعنی سطحی که روی بوم هست کامل خشک شد، پشت پارچه رو میتونید با استفاده از همون چسب چوب و یا منگنه کامل روی خود کلاف بوم فیکسش کنید. و بعد اضافات پارچه رو با قیچی میبرید تا پشت بوم مرتب‌تر و ظاهری تمیزتری داشته باشه. قسمتی که پارچه نیست و من با استفاده از رنگ اکریلیک سفید یک دست رنگ کردم که توی این مرحله شما از هر رنگی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. توی این مرحله شما هم میتونید از ورق طلای مایع استفاده کنید، هم از ورق طلای ورقه‌ای که من در اینجا از ورق طلای مایع استفاده کردم. برای ساختن ورق طلای مایع من از پودر فلز طلایی و لاک الکل استفاده کردم که به مقدار لازم با هم ترکیبشون کردم تا به اون غلظت مورد نظرم برسم. خوبی لاک الکل اینه که نیاز به فیکس کردن نداره و از اکسید شدن ورق طلای شما جلوگیری میکنه و باعث میشه که اون طلایی بودن پودر طلایی رو تا مدت‌ها حفظ کنه. و بعد با یه قلمو شروع میکنم به اجرای ورق طلای مایع روی پارچه. لایک و سابسکرایب یادتون نره که همین حمایتتون باعث میشه که انرژی بگیرم برای گذاشتن آموزش‌های بیشتر توی چنل یوتیوب. منتظر آموزش‌های خفن از تابلوهای ترند و پولساز باشین تا آموزش بعدی. خدافظ.